السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله خار کنه اول ساحرا را، بعد انسانایی که پیش ساحرا میروند. الله خار و ذلیل نیست و بوتان کنه. اکثریت مردم بیچاره از دنیا میگذرن از سبب سحر و جادو. یکی از حدیث های رسول خدا صلی الله علیه و سلم که آخری زمان میشوه نشونه قیامت اینه که امتان ما از دنیا میگذرن، اکثریتش از سبب سحر و جادو میشوه، از سبب جن شیاطین. هم خاطر دوستان عزیز بسیاری سحر و جادو شد دیر میبره، بعضیش تا 6 ماه میکشه، بعضیش تا 1 سال میکشه. برای آنه که تیزتر و بیشتر جن شما و سحر و جادو شما بدن شما خارج شون، طاعت عبادت الله خوبتر کنین، از کار صبح و شام بکنین، فراموش نکنین. مثل طعام و خیلی که میخری انا هم خیلی باید ذهن شما باشه، هر روز یعنی از کار صبح و شام بگین. والله چقدر که اینا عذاب میکشن، این عذاب انسان در خودش رو اثبات نکنه، این درک نمیکنه، نمیفهمه. بعضیش بیچاره چشماشون از یعنی کور میشن، بعضیش گفتی گپا مردینگیشون ای کار میمونن، بعضیش شوهر کردن نمیتونن، بعضیش زن گرفتن نمیتونن، بعضیش فرزنددار شدن نمیتونن. از سبب چی؟ از سبب سحر و جادو است. الله شفای کامل جشن حاجات عطا کنه. هر کسی که اینا که باشن، اینا اپا خواهرای ما هستن، اکا و دادرای ما هستن. یعنی چون که الله ذکر میکنه در قرآن انما المؤمنون اخوه، بدرسی که همه مؤمن ها برادر هستن. الحمدلله که ما برادر هستیم، با هم خاطر یعنی ویدیو میکنیم که از طاعت عبادت الله دور نشین، ذکر صبح شام بگین تا اینکه این بدبخت های ساحرا سحرشون تحصیل کردن نتوانند و این جادوگرا کمیاب شوند، جادوگرا خار کنن، خار و ذلیل شوند، نیست نابود شوند. پیش که انسانی که نعوذ بالله پیش فالبین میره، هر چیزی که او بگه باور بکنه، نعوذ بالله کافر میشه. و هم خاطر پا خواهرا به خاطر الله، بعضیش فرزندای خودشون سحر جادو که هستن، بعضی اکا و دادرای خودشون، بعضیش پا خواهران خودشون. ای الله بترسین، سحر جادو کنین بس کنین. از سبب که وقت نیسته در راه رفته رفته همه ویدیو رو میکنیم، از سوزش دل از قلب میکنیم این رو، به خاطر که میبینیم حال احوالی اونها رو. سبحان الله، بعضیش از دیگر شهرها زن میزنن. فقط از ما هیچ میگه که دعا کنیم که خدا اونها رو شفا بده. بعضیش میگه پیش تمام مولاها و جیبخان ها هم بردیم تا بد نیفتن. یعنی از همه خوبش پیشتر طاعت عبادت الله خوبتر کنید، تو اینکه هر وقت اونها سحر و جادو که میکنن، سحر و جادو اونها برای شما تاثیر نکنه. در امان الله باشین. در حق جمله مسلمانانی که غریب هستن در حق اونها دعا کنین، و در حق کسانی که بی فرزند هستن در حق اونها هم دعا کنین که خدا فرزندهای صالح صالحه و سالم و سلامت نصیبشون بگردونه. در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر که زحمت نشه با دیگران برسونین، شاید که برای یه کس منفعتی برسونه. فی امان الله.